خود و یا ترس از وظیفه آزاد شدن دارند. این عامل ها باعث آن می شوند که در بیماران استرس روانی پیدا شد و این باعث آن می گردد که آنها به خود نگاه بینی مانع حاصل می شوند. پس چی باید کرد که آدمان به استرس روانی دچار نشوند؟ پیش از همه اولا این یعنی ضروریت دانستن سالمی روانی و خودنگاه بینی، یعنی این پرهیز سالم، مشق، خواب، نگاه داشتن نقاب، به اعتنایی نکردن به نسبت همین سالمی روانی، پست کردن دلیل های ترس و ساختن شبکه های دوستی. آیا در این مورد شخص میتواند از یکان نمود دارویی آرام کننده استفاده برد؟ چون تجربه نشان می‌دهد آن شخصان، آن بیمارانی که در مرکز طبی آقاخان از تشخیص توموگرافی کامپیوتری می‌گذرند و برای آنها اگر تشخیص پنومونی شش گذاشته شود و ما آنها رو در همان حجره ایزولیاسیونی نگاه داریم، در این گونه بیمار یک باره همین استرس روانی زود به وجود می آید، یعنی که فشار خونشان یک باره بلند می شود، دلزنی زیاد می شود، حتی همین لرزش دست و پا نیز دیده می شود. از این لحاظ با بار دیگر تکرار می کنم که برای چنین این گونه بیماران در بیمارخانه بستری می شوند و بعد از معاینه دکتر عصب شناس و روانشناس به این گونه بیماران حتما داروهای آنتی دپرسیوی تعیین کرده می شوند و باز مصلحت دکتر روانپزشکم به این گونه بیماران توصیه داده می شود. من حال گفتنی هستم که تماشابینان گرامی در هراس، در اضطراب نباشید، در تعلقه نافتید، زیرا که این بیماری چنان سخنان کارمندان ما شنیدید، بیماری تبوبه شونده هست و حتی 80% همین بیماران در خانه، در محیط خانه، در حالت سبک، در سم‌ایزولیاسیون از این بیماری با آسانی رها می‌یابند. پس اگر 80% بیماری به تبابت شود، حاجت به اضطراب و به تعلقه افتادن نیست. من همچون کارمند طب گفتنی هستم که همین فشار روانی و استرس روانی باعث آن می‌گردد که سیستم ایمنی آدم ضعیف می شود و چون سیستم ایمنی آدم ضعیف شد، این قابلیت نگاه بینی درستی بیماران به تاثیر منفی خود را میتواند رساند. من از فرصت مناسب استفاده کرده گفتنیم که اگر اوید همین اضطراب، اوید همین تعلقه، اگر بسیارتر همین دکتران روانپزشک و دکتران روانشناس در شبکه‌های اطلاعاتی باز معلومات‌های بیشتر به مردم دادن، این بسیار خوب میشد و بسیار به مورد می بود. نو وابسته از اون که به بیماری کرونا هم خردسالان، هم کلانسالان و هم دیگر سن و سال گرفتار می شوند. این چنین عامل‌داران نیز به این بیماری گرفتار می شوند و در اینجا حضور دارند دکتر اکوشر گینکولوگ زرینه شکر محمدووا. لطفاً برای عامل‌داران چند توصیه های سودمند را پیشنهاد نمایید. زنان حامله‌دار، زنان تولد کننده و زنان تولد کرده و گروه خوفناک اوید سرایت کووید 19 داخل می شوند، زیرا که این گروه ایمونیتیت خیلی ضعیف دارند و برای همین آنها به همین گروه خوفناک داخل می شوند. برای همین یکمین درجه زنان حامله‌دار
аввалан бояд ки ба рӯи пешгирии ин сироят тайёр бошанд, яъне ки чораҳои муҳофизатӣ оиди ин сироятро риоя кунанд ва чуноне ки кормандони тибби ҳозир дар бораи ҳамин чорабиниҳо гуфтанд, бояд ки занони ҳомиладор ин чорабиниҳоро риоя кунанд, ҳангоми зарурат набудан аз хона набароянд, аз тамосҳои нолозим худдорӣ кунанд, дар вақти муошират масофаи ҷисмониро риоя кунанд ки масофаи ҷисмонӣ 1-1.5 метрро дар бар мегирад. ва ман фикр мекунам ки занони ҳомиладор ва аъзоёни оилае ки дар онҳо занони ҳомиладор зиндагӣ мекунанд нисбати саломатии тифле ки онҳо дар батн доранд масъуланд ва онҳо бояд дучанд ин чораҳои муҳофизатиро риоя кунанд. ва дар Бадахшон ҳозир як анъана ҳаст, ҳозирам ин анъана буд, яъне баъди таваллуд кардани кӯдак хешу табор ба табрик кардани хешовандон ба хона ташриф меоранд ва ман фикр мекунам ки ҳозир аз ҳамин анъана бояд ки худдорӣ кунем, чунки ин барои занони таваллудкарда ва худи навзуд бисёр хатарнок аст ва хешовандон метавонанд манбаи сироят шаванд барои зани таваллудкарда ва барои навзуд. барои ҳамин мо бояд ки дар айни ҳол аз ҳамин анъана худдорӣ кунем. таъсири COVID-19 барои занони ҳомиладор, занони таваллудкунанда, занони таваллудкарда ва навзудон пурра омӯхта нашудааст ва ҳозир дар марҳилаи омӯзиш ҳаст, лекин барои ин нигоҳ накарда он кишварҳое ки аз қуллаи пандемия гузаштанд дар айни ҳол дастурамалҳо оиди яъне хизматрасонии тиббӣ ба занҳои ҳомиладор, занҳои таваллудкунанда, занҳои таваллудкарда ва навзудон таҳия карданд ки бисёр ба маврид ҳастанд. барои мо табибон ҳамин дастурамалҳо бисёр ёрдам мекунанд. масалан дастурамалҳо оиди усулҳои ташхиси занони ҳомиладор бисёр яъне пурра гуфтанд, кадом усулҳои ташхисиро мо метавонем истифода барем, кадом усулҳоро наметавонем дар вақти ҳомиладорӣ истифода бурдан. инчунин дигар хусусияти табобати занҳои ҳомила, занҳои таваллудкарда, таваллудкунанда ва навзудон дар бораи яъне хусусиятҳои табобатӣ гуфта шудааст. дар ин хусусиятҳои табобатӣ гуфта шудааст ки дар кадом марҳилаи ҳомиладорӣ кадом доруҳоро мо истифода бурда метавонем, кадом доруҳоро мо тамоман истифода бурда наметавонем. инчунин дигар табобати навзудон дар бар гирифта шудааст. инчунин дигар як чизи муҳиме ки дар дастурамалҳо гуфта шудааст, ин тактикаи акушерӣ. тактикаи акушерӣ ки дар ҳамин дастурамалҳо гуфта шудааст ки кадом маврид мо метавонем ҳомиладориро давом диҳем, дар кадом маврид мо бояд ки ҳомиладориро қатъ кунем, дар кадом маврид мо метавонем яъне мо бояд ки зани ҳомиладорро ба таъҷилӣ таваллуд кунонем, дар кадом маврид мо бояд ки ин таваллудкунониро яъне қатъ гардонем, яъне ки ҳолати зан хубтар шавад ва баъд аз он вай бояд ки таваллуд кунад. инчунин дигар дар тактикаи акушерӣ гуфта шудааст ки кадом маврид зан бояд ки валодати табиӣ дошта бошад, дар кадом маврид мо бояд ки занро бо роҳи буриши қайсарӣ таваллуд кунонем. барои ҳамин ман фикр мекунам ки ин дастурамалҳо барои ҳамаи табибон ёрии калон мерасонанд имрӯз, чунки ин барои мо бисёр муҳим аст. кор бо ӯ занои ҳомиладор ки яъне сироят ёфтанд бисёр мушкил аст.
و گفته نماند که طفلی که زن حامله‌دار در بطن دارد، زن حامله‌دار سرایت یافته در بطن دارد، سرایت یابی طفل ناگزیر است. برای همین ما باید که همه تیار باشیم و از زنان حامله‌دار، زنان تولد کرده، زنان تولد کننده خواهش میکنیم که خود را محافظت کنند، اولا به این بیماری گرفتار نشوند. یعنی این بسیار مهم است و یک مسئله خیلی جدی حاضر وجود دارد. زنان حامله‌دار شهر دوشنبه حاضر همه کوشش میکنند که به شهر خروخ بیایند و ما همه میدونیم که آنها با اصول ماشین‌های مسافرکش که در آنها تو 13 کس یعنی با آنها علاقه دارند، این بسیار خطرناک برای زنان حامله‌دار هست، چون که باید میتوانند در این مورد سرایت یابند در مدت 12-13 ساعت و یا میتوانند یعنی از اون مسافرانی که در ماشین‌های مسافرکش هستند سرایت یابند. برای همین من احترامانه خواهش میکنم که زنای حامله‌دار شهر دوشنبه خوب میشد که باید در خانه‌های خود شینند و از یعنی از اومدن به شهر خروخ خودداری کنند و فکر من این روح قطعی باید میتوانند خود رو از این بیماری محافظت کنند. در عین حال بعد چند وقت بعد اگر وضعیت خوبتر شود بعد میتوانند به شهر خروخ بیایند. ما دویم تیاریم برای آنها یاردم رسانیم، لیکن حاضر اولین درجه این است که از همین بیماری خود را محافظت کنیم. پروینه همراه و شما همچون دکتر رادیولوگ چی گفته می توانید که در کدام مورد بیمار از تشخیص رادیولوژی گذشته می تواند؟ تشکر زیاد. چه خیلی که پیش قید کرده بودند مردم در تهلوکه افتاده مستقلانه برای تشخیص کامپیوتر توموگرافی و عکس رنگینی به مرکز طب آخوان مراجعت می نمایند، اما متاسفانه برای از تشخیص کامپیوتر توموگرافی و عکس رنگینی گذشتن نشاندادهای جدی لازم می باشند. اینها به مانند در تماس بودن با سرایت یافتگان از کووید 19 و برای شخصان گرفتار بیماری های همردیف و اساساً در خود درج نمودن بیماری های شدید راه‌های نفس یا که خودی بیماری کووید 19 در مدت 3-4 روز می توانند از کامپیوتر توموگرافی گذرند و در مدت 5-6 روز می توانند از عکس عادی رنگینی در دو حالت یعنی حالت راست و حالت پهلویی گذرند. و اینچنین قید کردن لازم است که کامپیوتر توموگرافی با سبب شعاع‌های زیاد داشتنش برای سلامتی انسان ضرر نیزم دارد و شما می توانید که بعدی از علامت‌های در خود درج کردن بعدی 5-6 روز از عکس رنگینی عادی یعنی در دو حالت گذارید. ما کارمندان شعبه رادیولوژی از شما احترامانه خواهش می نماییم که به توصیه دکتر و رایخت به تشخیص کامپیوتر توموگرافی مراجعت ننمایید. سورج میرابانوف در آخر سخن برای بینندگان چه توصیه می‌دهید؟ شاید یگان درخواست یگان پیشنهاد و اضافه داشته باشید. مرحمت. با دکترانی که در دولت‌های دیگر از حساب ایالات متحده آمریکا، فدراسیون روسیه، پاکستان یعنی نوابسته ما در آنجا دکترا داریم. یعنی اون دکترا با روی رضاکاری با درس‌های فاصله‌ای با واسطه اینترنت یعنی ما در یک هفته 2-3 مرتبه با اونها درس‌ها می‌گذاریم. ما دانش خود را به اونها سرقل میدیم، اونها با ما راه‌های نو را نشان میدن که اونها در این بابت تجربه کافی تر دارن نظر به ما. یعنی اونها نوابسته با همین بیماری‌ها سر و کار دارن، اونها تبابت میکنن و چه خیلی که به مردم معلوم است مقدار بیماری
روز از روز در بعضی دولت‌ها زیاد شده است، در بعضی دولت‌ها کم شده است. یعنی کم شوی و زیاد شوی این بیماری از هر یک خود ما وابسته است. خیلی که ما از تجربه آنها دیدیم، آنها یعنی در کجایی که با این بیماری قریب که غلبه کرده هستند، یعنی از خود شهروندان، یعنی نه وابسته از اون که دارو هست، واکسین هست نیست، از اون وابسته است. و ما گروه کارمندان سوای تندرستی ولایت مختار کوهستان بدخشان با تمام شهروندان جمهوری احترامانه یعنی از اون خواهش میکنیم که یک چند پیشنهاد دیگر داریم که اونها رو احترامانه ما خواهش میکنیم که اونها رو اجرا نمایند. یعنی یکم این است که باید گیگین شخصی رو رعایت کنند. هنگام اجرا کردن گیگین شخصی یعنی اون ویروسون برانگیزنده بیماری در دست که در اشعاری که ما با اونو دست میزنیم سر کار داریم، یعنی با واسطه گیگین شخصی شستن دستو، یعنی اون ویروس با واسطه محلول صابون که میشیم اون از دستان ما توزیع شده میروند. یعنی دویم این است که ما باید فاصله جسمانی رو رعایت کنیم از 1 تا 1.5 متر. در این مسافه یعنی ویروس با واسطه حبوبچه ها از یک شخص به شخص دیگر نمیگذرد. این اساس است. در این دو چیز بسیار دقت جدی داده می شود. سوم، به هر گونه صداها، هر گونه اخباراتایی که آنها اساس ندارند در شبکه های اجتماعی یعنی اینترنت و در هر گونه در کوچه یعنی خبرهای بردروغ با خبرهای بردروغ است با آنها باور نکنند. فقط چیزی که اساس دارد، چیزی که در آنجا کارمندان طب کار دارند، یعنی می توانند از خود کارمندان سوال کنند یا می توانند از خود کارمندان با خود کارمندان زنگ زده از همون حالت چه خیلی که هست از اون باید خبردار شوند. با هر گونه سر و صدا چه نکنند، باور نکنند. یعنی چه خیلی که ما میدونیم هر یک دولت که از همین بیماری گذشت و در خود قله دارد، یعنی قله اوزم چه خیلی که ما میدونیم در تاجیکستان وزیر یگان کس گفتن نمیتواند قله چقدر است، برای که این بیماری با پرگی اوز آموخته نشده است. از همین سبب ما چه خیلی که از تجربه دیگر دولت رو دیدیم، یعنی مقدار بیماری از سر اول پست بود بعد یک و یک باره بلند شد و هر یک دولت گرفت با مشکلات های جدی دچار شدن. یعنی این نرسیدن مؤسسه های طبی، نرسیدن کارمندان طبی، یعنی تا حاضر با ما اگر از اخبارات های سازمان بین المللی جهان اوید به تندرستی نگاه کنیم زیاده از 6-7 میلیون کارمند طب نارسایی یا کارمندان طب مشاهده می شود. از همین سبب ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار داریم مؤسسه های طبی تا حاضر به همه شهروندان با قدر کافی یاری اول طبی و یاری آخرین درجه طبی گذرانده ایستادند و ما باید از تجربه روزگار خود بهره گرفته باید چه خیلی که ما میبینیم میدونیم، یعنی هستند در جهان دولت‌هایی که آنها با این بیماری از سبب بی‌اعتنایی یا که از سبب کم بودن معلومات آید با این بیماری، یعنی بسیار آنها با گرفتار به این بیماری شده. متاسفانه بسیار کارمندان طب به هلاکت رسیدند و از همین سبب ما باز تکرارا احترامانه خواهش میکنیم که با ترس و وحشت دچار نشوید. این بیماری تباه شدن است. چه خیلی که کارمندان ما قید کرده بودند و یک توصیه دیگر این است که التماس در خانه او شینید، ریجه سمه ایزولیت رو اجرا کنید، رعایت کنید، اجرا نمایید که این یگانه پیشگیری همین بیماری است. اون ویروس مدت دور و دراز در زندگی کردن نمیتواند و ممکن که در بیرون باشه، در کجا باشد بعد از مدت معین وای به هلاکت میرسد. از هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان ما سپاسگزار هستیم که اونها در یک جایی با ما هستند، یعنی اونها در پیشگیری این نمود بیماری
سامگذار هستند و ما امیدوار هستیم که به نزدیک واکسین ضد همین بیماری در جهان پیدا می شود. تشکر زیاد برای یک صحبت پرمحتوای یکی شما. بینندگان گرامی، باری دیگر خاطر نشان می‌سازیم در صحبت امروزه ما حضور داشتن متخصصان مرکز طبی آقاخان شهر خاروخ. برای یکی شما حضور شما در صحبت امروزه خوش آمدید میگوییم و اطمینان داریم که بینندگان ما امروز از صحبت و مصلحت‌های مفید شما بهره ور گردیدند و در آخر برای یکتون تنصیحاتی، کامگاری، پیروزی و در کارهای طبیعتون باری دیگر توفیق و برا را خواهانیم. سلامت باشید.